علی پشت محوطه جریمه، پاس قشنگ، موقعیت دیگه برای تیم سپاهان، ضربه‌ای که زده میشه و رو خط دروازه. دانیال ایری بود که توپو در آورد، فوق‌العاده بود. یه گل رو خرید برای تیم ملوان و نجات داد دروازه حبیب فرعباسی رو. نبودن. حالا باز هم بازیکنان سپاهان از سمت راست ارسال زمینی، توپی که مدافعین پرسپولیس دور میکنن، ارسال، یه ضربه سر، یک موقعیت در باز